رجوع به خودم به این مفهوم که یعنی ما کی چی کاره، چی وقت و در کجا تولد یافتیم و بالاخره کارهای هنری را از کجا آغاز کردیم. بیننده های محترم تلویزیون، ما در سال 1337 البته به حساب سال خود ما در دیوانان کابل، در شهر کابل مرکز افغانستان تولد شدیم. تحصیلاتم در نخست در لیسه عالی بیبیه بود تا کورس 12ام. بعد از او وظیفه رسمی به تلویزیون گرفتم، یعنی ماموریت رسمی را در رادیو تلویزیون اشغال کردم. بعد از فراغت لیسه، بعد از 1 سال از ماموریت یا کارم به خدمت عسکری سوق شدم. مدت 3 سال در آرمیه 3 سال و 3 ماه خدمت کردم. بعد از 3 سال و 3 ماه دوباره برای تلویزیون آمدم، فعالیت های هنری را آغاز کردم و بعد از 2 سال به انستیتوت یا پانتون کابل بگویم، اونیورسیتیت کابل رفتم و در رشته زبان و ادبیات فارسی یا دری 6 سال تحصیل کردم. به سویه ماستری از این فاکولته فارغ تحصیل شدم و فعلا هم به دوره دوم خدمت سربازی سوق شدیم یا در آرمیه هستم که ان قریب انشالله از آرمیه خلاص میشم. تا به حال ازدواج نکردیم، مجرد هستم. کارهای هنری را از دوره مکتب آغاز کردیم، از کورس های 10 11 12 لیسه عالی بیبیه و به بسیار مشکلات و بسیار زحمات برای تلویزیون افغانستان را پیدا کردم تا ای که تانستم به اساس تلاش های متداوم تا امروز یک جای که کوچک را برای خودم در بین تلویزیون افغانستان و در بین مردم افغانستان تثبیت بکنم. خلاص. بفدا چونه در آمد، بفدا چونه در آمد، اما تو رودم امشب، بفدا چونه در آمد، اما تو رودم امشب که به یاد چشم مستم غزل سرودم امشب، که به یاد چشم مستم غزل سرودم امشب، بفدا چونه در آمد. بزن و به رحمت عشق تو با آتش دل من، بزن و به رحمت عشق که با سمان رسیدم ز غم دودم امشب، بفدا چونه در آمد، بفدا چونه در آمد،
همه طورم امشب که به یاد چشم مستم غزل سرودم امشب که به یاد چشم مستم غزل سرودم امشب و صدا چنه در آمد داد من رسیدی که من عقده دلم را ز تو می کشودم امشب با صدا چنه در آمد با صدا چنه در آمد همه طورم امشب که به یاد چشم مستم غزل سرودم امشب که به یاد چشم مستم غزل سرودم امشب با صدا چنه در آمد